تو سال 2132 سفر فضایی دیگه چیز عادی شده و شرکت امبرکاب کشتی‌ها رو میفرسته که سیاره‌های دیگر رو معدن‌کاوی کنن و موجودات فضایی رو شکار کنن تا بیارن زمین برای غذا. یه افسانه است درباره فضای سفید، جایی که میگن آدم میتونه از همه ناخالصی‌هاش پاک بشه. اونجا نه بیماری هست نه رنج، فقط وضوح و آرامش. تا حالا هیچ کسی به اونجا نرسیده چون یه موجود غول‌پیکر به اسم تنلانگ ازش محافظت میکنه. یه روز 2 شکارچی فضایی تنلانگ رو پیدا میکنن. کاپیتان بنتلی شلیک میکنه ولی جفت تنلانگ با پولکاش جلوی تیر رو میگیره. هاسون با یه لباس مخصوص میاد بیرون و نقطه ضعف جفتش رو تو گردنش هدف میگیره و میکشتش. این تنلانگ رو عصبانی میکنه و دنبال هاسون میدوه. بنتلی هم آماده شلیک دوباره میشه ولی تیرش خطا میره و یه نور سفید شدید از پشت کشتی میتابه. کنترل کشتی از دستش در میاد. بعد تنلانگ به کشتی حمله میکنه و منفجرش میکنه. بنتلی هم میمیره. 24 سال بعد لین با موتورش جلوی یه رستوران میرسه ولی نمیتونه بره تو چون نگهبان دم دره. اون برای ICA کار میکنه، یعنی نیروی حفاظت بین ستاره‌ای. تو ساختمون ریچارد پسر بنتلی با یه تاجر مشکوک جلسه داره که یه موجود به اسم حشره دیوونه رو توی شیشه نگه داشته. این تاجر یه نقشه داره با همه جاهایی که تنلانگ توی این سالها دیده شده و یه جایزه بزرگ برای بدنش پیشنهاد میده. یهو نگهبان میاد میگه ICA داره نگاهشون میکنه و تاجر فکر میکنه ریچارد فروختتشون. نگهبان گردن ریچارد رو میگیره و تاجر میخواد حشره رو تو گوشش بکنه ولی ریچارد حشره رو میزنه زمین. بعد با چنگال نگهبان رو میزنه و خلاصش میکنه. یه نگهبان دیگه میاد و لگدش میزنه ولی ریچارد با یه گلدون بیهوشش میکنه. تاجر یه صندلی رو کمر ریچارد میشکنه و چند بار میزندش تا ریچارد بیپره زمین. رو میز میافتن و ریچارد کتکش میزنه. تاجر یه بطری میشکنه و میخواد بزنتش که ریچارد صورتش رو به حشره نزدیک میکنه و حشره از دماغش میره تو. تاجر از درد زمین گیر میشه. یه نگهبان سوم شلیک میکنه ولی ریچارد نقشه رو بر میداره و در میره. لین هم که اینو میبینه میره. 3 ماه بعد لین آماده میشه مخفیانه تو کشتی فضایی اسکس کار کنه. سوابق مأموریتش پاک شده و حالا باید وانمود کنه یه همراه معدن‌کاوی و ماهیگیری با یه سفارش تدارکاته. بعد رفتنش همکارش درباره اعتقاد لین که فضای سفید درمانش میکنه حرف میزنن. چند لحظه بعد لین سوار اسکس میشه و با کاپیتان که ریچارد باشه آشنا میشه. اوون برادر ریچارد کشتی رو بهش نشون میده و خدمه رو معرفی میکنه، از جمله بتالی آشپز که به لین میگه از دوست پسرش هارپو دور بمونه. تو آشپزخونه یه کپسول بروردتی قدیمی هست که حالا یخچاله. هاسول که حالا پیر و الکلی شده بعد مرگ بنتلی هم جزو خدمه است. بعد لین میره تو اتاقش و با کامپیوتر شخصیش کار میکنه. اول پروفایلش میاد که نشون میده تومور داره و فقط 6 ماه وقت زندگی داره. بعد اطلاعات رئیسش رو چک میکنه و میفهمه همه خدمه سابقه جنایی دارن، پس باید حواسش رو جمع کنه. یه مدت بعد هاسول، هارپو و ایون لباسای مخصوص میپوشن و میرن شکار موجوداتی به اسم کلیکر. لین کلی سوال میپرسه و ریچارد مشکوک میشه چون همراههای ماهیگیری باید این چیزا رو بدونن. ستایی سنگ که کلیکر عاشقشن رو تکون میدن و کوچیکا سری دنبالش میرن تو کانتینر. کلیکر بزرگ نمیره تو و وقتی شلیک میکنن شناور میشه و میره. اوون نظم رو میشکنه و دنبالش پرواز میکنه. هرچی بقیه دعواش میکنن گوش نمیده. کلیکر بزرگ میره توی سیارک و اوون از یه تونل دیگه میره که جلوش در بیاد. ولی یه نور سفید شدید چند ثانیه میتابه و بیهوشش میکنه. یه چیز خیلی بزرگ رو رادارا پیداش میشه. هارپو و هاسون کانتینر رو سریع میبرن تو کشتی. ریچارد یه نیزه میزنه که به سیارک وصل میشه. اوون که بیدار میشه بتونه بگیرتش تکون میخوره، سرش میخوره و آروم میشه. یهو تنلانگ نزدیکش پیداش میشه. اوون یه ردیاب شلیک میکنه که به پولکای تنلانگ میچسبه. خدمه نگاه میکنن تنلانگ میره تو نور سفید و قیبش میزنه. بعد اوون رو میکشن تو کشتی. شام که میخورن لین داستان یه کشتی رو میگه که دنبال تنلانگ گم شده و فکر میکنه فضای سفید رو پیدا کرده. اگه سیاه‌چاله‌ها ورودی باشن، سفیدا خروجیان. خدمه میخندن چون فکر میکنن فضای سفید افسانه است. لین یه نظریه دیگه میگه چون کلیکرها دنبال تنلانگن، ردیابی که اون انداخته میتونه بار ماهیگیریشون رو 2 برابر کنه. ولی ریچارد میگه ماهاست ماهیگیری کردن و وقت برگشتنه. بعدش هم معلوم میشه هارپو با خلبان راگزلند به بتالی خیانت میکنن. وقتی تموم میکنن هارپو میره پیش ریچارد و میگه میخواد اون ماهیگیری اضافه که لین گفته رو بره چون پول لازم داره. ریچارد میگه نمیخواد لین هی نگاهشون کنه. پس این سفارش رو تموم میکنن و لین رو پیاده میکنن. بعد میتونن دنبال بار بزرگ برن. لین یواشکی میره تو اتاق ارتباطات و به ICA پیام میفرسته. نمیبینه که پیامش رهگیری میشه. چند ساعت بعد ریچارد یه فیلم از بنتلی که درباره تنلانگ حرف میزنه نگاه میکنه و یاد روزی میافته که باباش یه شمشیر بهش هدیه داده. راگزلند از رادیو صداش میکنه که 2 کشتی ناشناس کوچیک دارن نزدیک میشن. ریچارد میره کابین خلبان و به راگزلند میگه که فرار کنه که گمشون کنن. ولی
ولی کشتی‌ها سریع جلوشون رو میبندن. میفهمن دزدای دریایی ان. چاره‌ای جز پذیرفتنشون ندارن که کسی صدمه نبینه. خدمه راگزلند و بتالی رو توی جا مخفی میکنن. ریچارد یه ردیاب رو بار میذاره و به همه میگه سلاحشون رو قایم کنن که جنگ نشه. دوزا که میان تو لین رو میبینن و اذیتش میکنن. اون دفاع میکنه ولی یه دعوای کوتاه میشه. باش با چاقو بریده میشه و کاپیتان دزدا لین رو به دیوار میکوبونه. لین شروع میکنه کدهای جرایم رو گفتن. کاپیتان شک میکنه، زیر پیراهنش رو چک میکنه، نشانش رو پیدا میکنن. دزدا همه بار و تدارکات رو میدوزن و یه رادیو رو اسکس میذارن و میرن. خدمه عصبانی لین رو سرزنش میکنن که گزارش‌هاش دزدا رو کشونده. ریچارد عصبانی به هارپون میگه حبسش کنه تو اتاقش. بعدش خدمه حرف میزنن که چیکار کنن. فقط 2 کیسه غذای کوچیک مونده. بدون تدارکات شانس تموم کردن سفارش کمه، ولی نمیتونن دست خالی برگردن. ریچارد میگه برن دنبال تنلانگ مثل ایده لی. سرش اونقدری پول میده که زود بازنشسته شن. موافقم، ولی اول باید چند تا کلیکر برای غذا بگیرن. اول میره سراغ لین و میپرسه چرا اینجاست. لین میگه دنبال تنلانگ بوده و تنها کشتی که مسیرش رو میره اسکسه. اون میفهمه ریچارد از اول دنبال تنلانگ بوده و میره باهاش دعوا کنه. ریچارد اعتراف میکنه برای انتقام باباشه. اوون عصبانی که ریچارد خدمه رو برای هدف شخصیش استفاده کرده و هیچکی راضی نبوده. یا پنجره جلوی کشتی با یه ماده گرون قیمت به اسم امبرسایل کثیف میشه. ریچارد فکر میکنه تنلانگ داره رد میذاره، ولی اون میگه این یه تومه است. توی مدت هارپو و راگزلند دوباره قاطی میکنن. بعدش بتانلی سوتیان راگزلند رو پیدا میکنه. بعد بچه‌ها با لباسای مخصوص میرن بیرون، امبرسایل رو جمع کنن و یک کلیکر خیلی بزرگ بگیرن. دزدا میرسن که اینم بدزدن. ریچارد لعنت میفرسته که رادیوش رو پیدا کردن. برای فرار به هایپر درایو نیاز دارن، ولی خدمه میفهمن دزدا اونم خراب کردن. استابز مکانیک شروع میکنه درستش کنه. ریچارد میگه برگردن تو کشتی، ولی هارپا میمونه که کلیکر رو بگیره. دزدا شلیک میکنن. اسکس سپر داره ولی زیاد دووم نمیاره. ریچارد به راگزلند میگه مخزن فاضلاب رو خالی کنه. براش مهم نیست هارپا هنوز بیرونه، چون خودش خواسته. هارپا سری جا خالی میده و با کلیکر برمیگرده تو اسکس. مخزن‌ها به کشتی دزدا میخوره، ولی اون یکی هنوز میره. کاپیتان دزدا موشک میزنه که میتونه اسکس رو نابود کنه. استابز بالاخره سیستم رو درست میکنه و کشتی با سرعت بالا غیبش میزنه. وقتی امن میشن خدمه ریچارد رو سرزنش میکنن که رادیوشون رو انداخت دور. هارپو خیلی عصبانیه. ریچارد میگه به حرفش گوش نکرد. هارپو میگه غذاشون رو نجات دادم. ریچارد هولش میده و هاستو میپره وسط که دعوا نشه. استابز که داره امبرسایل رو از لباس تمیز میکنه میبینه قفل جعبه کلیکر بازه. وقتی میخواد ببندتش حشره‌های ریز رو دستش میدون و گازش میگیرن. خیلی زود مزیدا میرن زیر لباسش و دیوونه‌وار سعی میکنه درشون بیاره. یادش میره جعبه هنوز بازه. میره دستشویی که بشوردش، ولی حالا تو بدنشن. برمیگرده اتاقش رو صداهایی میشنوه. شروع میکنه به دیوارا داد زدن. بعدش هم بتالی به هارپو میگه حامل است. هارپو قاطی میکنه چون بچه گرونه. تصمیم میگیره یکم از امبرسایل رو بدزده و تو یخچال قایم کنه. ریچارد میره سراغ لین که مخالف کشتن تنلانگه، ولی دلیلش رو نمیگه و ریچارد محلش نمیذاره. بعد رفتن ریچارد لین با قفل برمیره تا میشکندش و از اتاقش در میاد. تو سایه راهرو یکی داره مخزن‌های اکسیژن رو خراب میکنه. لین یواشکی میگرده، ولی هارپا از پشت میگیرتش. لین سری باش دعوا میکنه و با تمرینات مأموریتش راحت بهش غلبه میکنه. استابز اینا رو میبینه و دادزنان فریاد میکنه. حواس لین پرت میشه و هارپا با یه ابزار بیهوشش میکنه. لین که بیدار میشه تو انبار بار حبس و میشنوه هارپو به ریچارد میگه اون مخزن‌های اکسیژن رو خراب کرده. کابین خلبان راگزلند خوابه و سیگنالی که روی صفحه میاد رو نمیبینه. وقتی بیدار میشه دیگه غیبش زده. بتالی برای لین غذا میاره. لین میگه میتونه کمکش کنه فرار کنه، ولی بتالی نمیخواد. بعد رفتن بتالی لین صدای جیغ کلیکر رو از جعبه میشنوه. همزمان راگزلند و ریچارد یه صدای عجیب دورشون میشنون. اسکنر رو چک میکنن. کلی کشتی نابود شده دور اسکس میبینن. احتمالاً کار تنلانگه. استابز تو کانال میخزه و با یه چاقو صابون میتراشه. یه مدت بعد ریچارد با هاستون میگه هارپو اکسیژن رو دستکاری کرده. هاستون میگه آدما تو ناامیدی کارهای دیوانه‌وار میکنن. منظورش اینه که شاید ریچارد عمدن گذاشته دزدا غارتشون کنن تا تنلانگ رو بگیره. ریچارد محل نمیذاره و میگه استابز باید اکسیژن رو درست کنه، ولی هیچکی پیداش نمیکنه. تو انبار بار کلیکر از جعبه در اومده و میخواد به لین حمله کنه. لین جعبه رو پرت میکنه که پوندش کنه و داد میزنه کمک بخواد. ریچارد صداش رو میشنوه و در رو باز میکنه. لین رو میکشه بیرون و با کپسول آتش نشانی به کلیکر میزنه. فایده نداره. کلیکر میاد تو راهرو دنبالشون میدوه. با کپسول زدنش هم بیفایده است. ریچارد و لین فرار میکنن و تو قفل هوا قایم میشن. کلیکر اونقدر سریع است که بهشون برسه و پای لین رو میگیره. ولی ریچارد یه جعبه پرت میکنه که کلیکر میفته و لهش میکنه. بعدش اون نمیذاره لین رو دوباره حبس کنن و ریچارد میگه مسئولیت لین با اونه. دعوا میشه
میشه و اون میگه ریچارد مثل باباشه که خانواده‌شون رو ول کرد، دنبال تنلانگ رفت. ریچارد عصبانی اون رو به دیوار میکنه و میگه تو هیچ چیز مثل بابامون نیستی. انگار توهینه. اون میره تو اتاق ارتباطات و پیام کمک میفرسته که باز دوزا رهگیریش میکنن. تو این مدت هارپو و راگزدن دوباره قاطی میکنن. هارپو میخواد برگرده خونه و سعی میکنه راگزدن رو با خودش ببره، ولی اون نمیخواد به ریچارد خیانت کنه. چند دقیقه بعد ریچارد سوراخ سفید رو میبینه و تنلانگ نزدیکش پیداش میشه. با بدن قوی پیکرش به اسکس میزنه و همه میافتن و سپر نیرو به 50% میرسه. اون لباس میپوشه و میره بیرون شکار تنلانگ. ریچارد به هاستون و هارپو میگه باش برن. اون دور تنلانگ پرواز میکنه و از همراهش جا خالی میده. میخواد بکشوندش به کمربند سیارکی. یه تناب به نزدیکترین سیارک شلیک میکنه و با شتاب دورش میچرخه. میره رو پشت تنلانگ شلیک میکنه، ولی تنلانگ بدنش رو خم میکنه و اون رو پرت میکنه. هاستون نزدیکتر میره که اون رو برگردونه تو نصب، ولی اون محلش نمیذاره و تنلانگ به هاستون میزنه. اون دوباره شلیک میکنه. تنلانگ بهش میزنه و تو چرخش میندازتش. اون به یه سیارک میخوره و سرش بدجور زخمی میشه. اون ریزی داره. از ریچارد عذرخواهی میکنه که خراب کرد، ولی ریچارد بیخیال فقط داد میزنه که بچه‌ها تکون بخورن تا نیزش رو بزنه. لی سیستم هدفگیریش رو خاموش میکنه و ریچارد با مشت بیهوشش میکنه. بیرون تنلانگ اون رو میگیره و تکه تکش میکنه. بعد با نور سفید غیبش میزنه. چند دقیقه بعد هارپو یواشکی با راگزدن حرف میزنه. میگه ریچارد زیاد روی کرده و اکسیژن کمه. راگزدن به شورش فکر میکنه که تنها راه حلشونه. این که بیدار میشه ریچارد میگه به جای رسیدن که بنتلی مرده. امیدوار بوده به باباش نزدیکتر بشه، ولی برادرش رو از دست داد. میخواد برگرده زمین چون اکسیژن کمه و دیگه نمیشه گشت. ولی لین میگه استابز رو پیدا کنیم درستش کنه. تو راه رو که میرن صدا از کانالا میشنون. یه ماده حال و همزن رو زمین میریزه و لین انگلا رو توش میبینه. فکر میکنه استابز آلوده شده. میگه شاید بتونه کمکش کنه، ولی یه چیزی برای دفاع میخواد. ریچارد شمشیرش رو بهش میده و لین شرط میذاره که اگه استابز رو درست کنه دنبال تنلانگ بمونن، نه اینکه برگردن. خیلی زود کشتی دزدا پیداشون میکنه و سوراخ سفید باز میشه. تنلانگ هم میاد. راگزدن میبینه دارن میرن تو طوفان. ریچارد میگه بره چون دزدا دنبالشون نمیاد. یهو تنلانگ موجای رنگی درست میکنه که غیبش میزنه و منبع برق اسکس رو از کار میندازه. کشتی کند میشه و سفر به 20% میرسه. راگزدن دنبال راه دیگه میگرده. تنلانگ کنار دزدا پیداش میشه و کشتیشون رو خراب میکنه. خلبان از تو شلیک میکنه. کاپیتان با شاتل میاد بیرون و تیر میزنه، ولی سلاحاشون به تنلانگ اثر نمیکنه. تنلانگ سریع هر دو کشتی رو نابود میکنه و توی سوراخ سفید دیگه غیبش میزنه. تو استرس جهتیابی قطع میشه. راگزدن سعی میکنه هوش مصنوعی رو دور بزنه و دستی برونه. تو اتاق هارپو میخواد نقشه شورش رو به بتالی بگه، ولی اون نمیخواد با راگزدن کار کنه. هارپو میگه هیچ کدوم خلبان نیستن. برای فرار بهش نیاز دارن و برای بچه‌شون با هم کار میکنن. ریچارد میره منبع برق کشتی رو چک کنه و میبینه استابز اونم خراب کرده. همون موقع تنلانگ پیداش میشه و کشتی دزدا رو که نابود شده پرت میکنه به اسکس. خرابی بیشتر میشه. راگزدن پیشرانها رو روشن میکنه، اسکس رو میبره تو طوفان که تنلانگ رو گم کنه. کشتی دزدا که رو اسکس غلط میخوره، ریچارد منبع برق رو درست میکنه و حالا کشتی اونقدری سریع میشه که از دردسر در بیاد. توی راهروی تاریک لین استابز رو پیدا میکنه و باهاش دعوا میکنه. با چند حرکت دستش رو میبره. استابز فرار میکنه و تو کمد ابزار قایم میشه. با مشعل زخمش رو میبنده. چند دقیقه بعد راگزدن همونش تموم میشه و از کمد لباساش رو برمیداره. صابون تراشیده رو میبینه. یا استابز هولش میده به کمودا و با چاقو میزندش. بعد میره آشپزخونه که به بتالی حمله کنه. بتالی با قابلمه دفاع میکنه. استابز سریع حالش جا میاد و هوشو گیرش میکنه. بتالی میگه بچه داره، ولی استابز محل نمیذاره و میزندش. لین میدوه تو و میخواد بزندش، ولی استابز با لگد میزندش. بتالی از حواس پرتی استفاده میکنه و با قابلمه میزندش. وقتی استابز برمیگرده لین با شمشیر سرش رو میزنه و همزمان بتالی میمیره. تو کابین خلبان ریچارد به هاستون سیگنال تنلانگ رو دوباره پیدا میکنه. ریچارد میدوه لباس بپوشه و بره بیرون. این از نقشه هارپو که میخواد بزنتش نجات میده. بیرون ریچارد شلیک میکنه که توجه تنلانگ رو بگیره. حالا موجود دنبالشون میدوه. نزدیک کشتی پرواز میکنه و هاستون دید خوبی داره که نیزه رو بزنه. کاملا تنلانگ رو قفل میکنه، ولی سیستم کشتی هنوز خرابه و هوش مصنوعی هشدار میده خدمه تخلیه کنن. هاستون میخواد بره کپسول نجات، ولی هارپو جلوش رو میگیره که با دوست دخترش فرار کنه. دعوا میشه. هاستون با اینکه پیره حرکتای خوبی نشون میده،
ولی هارپو قوی تره و کتکش میزنه. وقتی هارپو میخواد تمومش کنه، آسون دکمه لباس رو میزنه و یه نیزه شلیک میکنه که هارپو رو فوری میکشه. توی مدت تنلانگ دور اسکس دنبال ریچارد میگرده و هر بار بدنش به کشتی نزدیک میشه خرابی بیشتری میزنه. ریچارد میخواد بکشدش ولی تنلانگ آخرش میگیرتش و لهش میکنه. آسون که با لباسش میاد بیرون فقط شوکه نگاه میکنه که تنلانگ ریچارد رو تموم میکنه و میره تو اسکس که منفجرش کنه. لین یادش میاد یخچال قبلا کپسول بودتی بوده، میره توش و ترتیب یخ زدن رو روشن میکنه. کپسول از اسکس پرت میشه بیرون و لین خوابیده درست میره تو سوراخ سفیدی که تنلانگ باز کنه. همزمان یک کشتی نجات به خاطر پیام کمک اون میرسه و هاسون رو نجات میده. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید. برای بهتر دیده شدن و حمایت از ما دکمه لایک رو بزنید و یک کامنت برای ما بنویسید.